با سلام، سعید پهلوان شریف هستم با مجموع ویدیوهای استاتیستیکس و SPSS. توی ویدیو قبلی در مورد مدل سازی و اهمیت مدل سازی و samples and populations و در مورد مین به عنوان یک مدل ساده و استاندارد دیوییشن به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری خطای مدل میانگین و پراکندگی دیتاها صحبت کردیم. این ویدیو رو می‌خوایم شروع کنیم با frequency distributions. خب اولین کاری که معمولا بعد از جمع کردن دیتا ما انجام میدیم پلات کردن نمونه‌ها روی یک گرافه تا ببینیم توزیع نمونه‌ها به چه صورتیه و اینکه هر کدوم از این نمونه‌ها چند بار تکرار شدن. به این نمودار اصطلاحاً frequency distribution یا هیستوگرام میگن. frequency distribution خیلی واسه ارزیابی توزیع داده ها مفیده. مثلا با یه نگاه به نمودار میتونیم تشخیص بدیم که مود توی داده ها چیه. مود هم همونطور که میدونید اینه که یعنی که مقدار اسکوری که از همه بیشتر تکرار شده توی دیتا ها کدوم موده و طبیعتا توی نمودار بلندترین بار یا میله رو خواهد داشت. خب پس یک دید کلی به ما میده از پراکندگی از توزیع دیتا و از اون شکل دیتایی که ما داریم. خب frequency distribution بسته به توزیع دیتا میتونه به اشکال و سایزهای مختلفی در بیاره، اما مدل ایدئالش حالتیه که نمودار به صورت متقارن در دو طرف میانگین توزیع شده باشه، به طوری که اگه یک خط عمودی از مرکز توزیع رسم بکنیم دو طرف خط قرینه هم باشن و به طور کامل بتونن تمام کنیم از روی خط روی همدیگه قرار بگیرن، همپوشانی داشته باشن. این توزیع رو ما به عنوان توزیع نورمال میشناسیم که به بل شیپ یا زنگوله هم معروفه. اینجا این توزیع نورمال هست که روی اسکناس‌های فرانک آلمان قبل از اینکه از یورو استفاده بکنن چاپ شده بود. خب همونطوری که توی شکل می‌بینید اسکورها در توزیع نورمال اطراف مرکز توزیع انباشته شدن و بلندترین بار در یا همون میله در مرکز توزیع قرار گرفته و هرچه از دو طرف در واقع از مرکز توزیع دور میشیم تعداد نمونه ها کم میشه و بارها یا اون میله ها کوتاه و کوتاه‌تر میشن. اما مشخصات در واقع frequency distributions چیه؟ توزیع داده ها توزیع دیتا میتونه به دو شکل در واقع مختلف از توزیع نورمال اصطلاحاً دیوییت کنه یا فاصله بگیره. یعنی شکل توزیعش در واقع با توزیع نورمال میتونه از دو جهت متفاوت باشه. توزیع دیتا ها از دو جهت میتونه متفاوت باشه با توزیع نورمال یا همون نمودار زنگوله‌ای. یه توزیع ممکنه متقارن نباشه که منظور همون اسکیونس هست، یا میتونه خیلی پخ یا تیز باشه که منظور همون کورتوسیس هست. اینجا مشخصه دیگه که این نمودار نورمال هست، این در واقع توزیع نورمال هست، نمودار توزیع نورمال هست و اینجا شما میبینید که این دو توزیع به صورت متقارن نیستن، مثل توزیع زنگوله‌ای کاملا متقارن نیستن. توی نموداری که الان اینجا میبینید، توی توزیع که میبینید به سمت در واقع این دومش به سمت راست کشیده شده و یکی دومش به سمت چپ کشیده شده و اصطلاحاً اینجا حالا میگن پوزیتیو، در واقع اسکیونسش پوزیتیو هست، اینجا نگاتیو هست و اینجا خیلی تیز هست، این که خیلی پخ هست و از این در واقع دو جهت این نمودارها فرق میکنن به توزیع نورمال. حالت ایدئال برای ما زمانی که دیتا هامون به صورت نورمال توزیع شده باشن، یعنی هیستوگرامشون بیش از حد به چپ یا راست کشیده نشده باشه و زیادی پخ یا تیز نباشه. تو توزیع نورمال مقادیر اسکیونس و کورتوسیس در واقع صفر هستن و این یعنی نمودار کاملا متقارنه و زیادی تیز یا پخ نیستش. ما استاندارد نورمال دیستریبیوشن چی هستش؟ به فرکانسی دیستریبیوشن میشه از منظر در واقع
احتمالات و probability نگاه بکنیم و بررسیش بکنیم. این نمودار میتونه به ما نشون بده که چقدر محتمله که یک اسکور رو داشته باشیم. فرض کنید که این نمودار سن شرکت کننده ها توی این دوره از کلاس ها رو نشون بده. خب همونطور که میبینید از 171 نفری که توی این دوره شرکت کردن بیشترشون 25 تا 30 سال هستن و فقط چند نفری بالای 70 سال توی این دوره شرکت کردن. حالا فرض کنید که یکی از شما بپرسه چقدر احتمال داره یک نفر بالای 70 سال توی دوره شما در واقع شرکت کرده باشه. خب چه جوابی این سوال میشه داد؟ احتمالاً پاسخی که میدید اینه که احتمالش خیلی ضعیفه، چون همونطور که میبینید فقط چند نفر بالای 70 سال توی نمودار وجود دارن. حالا چقدر احتمال داره یک نفر 30 ساله تو این دوره شرکت کرده باشه؟ خب با توجه به نمودار و نگاه کردن به نمودار میتونیم بگیم که احتمالش خیلی زیاده، چون 32 نفر از 171 نفر شرکت کننده در این دوره حدوداً 30 سال سن داره. حالا خودتون این ویدیو رو پاوز کنید و بگید چقدر احتمال داره در واقع سن شرکت کننده ها تو این دوره بین 16 تا 20 سال باشه. خب این احتمالات میتونن بین 0 تا 1 یا به عبارتی بین 0% تا 100% باشن. مثلا توی اون مثالی که الان خدمتتون گفتم که 32 نفر از 171 نفر حدوداً 30 ساله هستن، خیلی راحت با تقسیم 32 بر 171 به 19 صدم یا 19% میرسیم. یعنی 19% احتمال داره که شرکت کننده ها تو این دوره حدوداً 30 سال سن داشته باشن. استاتیستیشنز یا متخصصین آمار چندین توزیع یا دیستریبیوشن متداول رو شناسایی کردن و واسه هر کدوم اونها فرمول‌های ریاضی ارائه کردن. این فرمول‌های ریاضی بر اساس توزیع‌های ایدئال نوشته شدن. بنابراین زمانی که می‌خوایم ازشون استفاده کنیم باید مطمئن شیم که توزیع داده‌هامون شبیه به توزیع ایدئال هستن. این توزیع ایدئال probability distribution نامیده میشن و از طریق این در واقع توزیع‌های ایدئال میشه احتمال وقوع یک اسکور رو توی توزیع محاسبه کنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم یکی از معروف‌ترین توزیع‌ها توزیع نرمال با میانگین 0 و استاندارد دیوییشن 1 هست. پس اگه ما یک ست دیتا داشته باشیم که شکل توزیعشون شبیه توزیع نرمال باشه و میانگینش روی 0 باشه و استاندارد دیوییشنش 1 باشه، میتونیم از جدول احتمالات برای توزیع نرمال استفاده بکنیم تا بتونیم احتمال وقوع یک اسکور توی دیتابیسمون رو در واقع توی دیتا ستمون رو تخمین بزنیم. خب حالا یه خبر خوب براتون دارم و یک خبر بد. اجازه بدید اول خبر بد رو بهتون بدم. خبر بد اینه که یه مشکل اینجا وجود داره و اون اینه که خیلی وقتا دیتای ما میانگینش 0 و استاندارد دیوییشنش 1 نیست. مثلا ممکنه دیتای شما میانگینش 1657 باشه، استاندارد دیوییشنش 89 باشه. خب پس حالا باید چیکار بکنیم؟ اما خبر خوب اینه که هر دیتا ستی رو میتونیم به یک دیتا با میانگین 0 و استاندارد دیوییشن 1 تبدیل بکنیم. اول باید میانگین دیتا ست رو در واقع بکشونیم روی 0 و خب این کارم خیلی کار سختی نیست. برای این کار کافیه که هر اسکور رو در واقع اسکور توی دیتامون رو منهای میانگین بکنیم. اینجوری میانگین مجموعه دیتای ما کشیده میشه میاد روی 0 و کل نمودار در واقع داره باهاش حرکت میکنه و میاد روی 0، در واقع میاد روی میانگین 0. پس همشون هم موازی هم حرکت میکنن اینجوری که میانگین روی 0 قرار میگیره اگر هر کیس رو هر اسکور رو منهای میانگین بکنیم. بعد نتیجه به دست اومده رو تقسیم بر استاندارد دیوییشن میکنیم که در نهایت نتیجهش میشه استاندارد دیوییشن میشه 1 و در واقع این فرمول چیزی نیست جز زد اسکور. پس فرمول زد اسکور رو میتونیم به صورت در واقع x منهای x بار تقسیم بر استاندارد دیوییشن بنویسیم. خب با این فرمول میتونیم میانگین توزیعمون رو روی 0 و استاندارد دیوییشنش رو 1 بکنیم. حالا جدول احتمالات نورمال دیستریبیوشن رو میتونید از بخش در واقع فایل ها دانلود بکنید، اما بذارید بهتون بگم که این جدول چه اهمیتی داره. خب اگه به سوالاتی که در مورد شرکت کننده ها تو دورهمون داشتیم مطرح می‌کردیم برگردیم، موضوع روشن‌تر میشه. همونطوری که
خاطرتون هست اول این سوال رو مطرح کردم که چقدر احتمال داره که افراد شرکت کننده توی این دوره بالای 70 سال سن داشته باشه. برای این کار اول 70 رو به زد اسکور تبدیل می‌کنیم، در واقع زد ولیو 70 رو محاسبه می‌کنیم. فرض کنید میانگین سن شرکت کننده ها تو این کلاس 36 سال باشه و استاندارد دیوییشنشون 13 باشه. خب 70 منهای 36 تقسیم بر 13 میشه 2/62. حالا یه نگاهی به جدول می‌کنیم. به ستون اسمال پورشن توجه بکنید و همونطور که اینجا می‌بینید احتمالش میشه 0.0044 یا به عبارتی 44%. اگه به ستون بیگر پورشن نگاه بکنید در واقع میتونید احتمال اینکه افراد با سن 70 سال یا کمتر تو دوره شرکت کردن رو پیدا بکنید که میشه 99.56% یا 0.9956. خب یه سری زد ولیو هستن که مثل شماره تلفن اورژانس بسیار مهمن و باید باشون آشنا بشید. یکی از اونها 1/1-1.96 که کاتافیه برای 2.5% بالایی توزیع. مورد بعدی -1/96 هستش که یک کاتافیه واسه 5% در واقع واسه مثلا 2.5% پایینی توزیع و در مجموع میتونیم بگیم که 95% زد اسکورها بین -1.96 تا -1.96 میشه. پس زد ولیو در واقع زد ولیوی 1.96 95% کانفیدنس لول رو داره ادرس میکنه و زد ولیوهای دیگه که خیلی مهمن 2/58 در واقع مثبت و منفی 2/58 و مثبت و منفی 3/29 هست که اینها به ترتیب مربوط میشن به 99 و 99.9% کانفیدنس لول. معنیش اینه که وقتی که میگیم 2.58 یعنی 99% اسکورها بین منفی و مثبت 2/58 هستن توی نمودار توی توزیع در واقع زد. حالا بعدا ان شاءالله در مورد کانفیدنس لول بیشتر صحبت خواهیم کرد و مثال های بیشتری براتون خواهم زد. این ویدیو هم به پایان رسید. توی ویدیوهای بعدی بحث رو ادامه